ادیه 3 همراهان برنامه فوتبال برتر. صدای من رو از ورزشگاه آزادی تهران میشنوید. محل برگزاری دیدار آخر هفته 30 رقابت لیگ برتر فوتبال بین دو تیم استقلال و نفت مسجد سلیمان. مراسمی اول مسابقه داره برگزار میشه. تمثال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، یادواره عزیزان داغدار و از دست رفته ما در آبادان رو هم میبینیم در ورزشگاه بزرگ آزادی قرار داده شده و بازیکنان اومدن و گل‌هایی رو تقدیم کردن به محضر همه عزیزان. یاد و خاطری همه عزیزان از دست رفته آبادانی خودمون رو گرامی می‌داریم. عکساشون رو هم دور ورزشگاه، دور زمین مستطیل سبز می‌بینیم که کار شده. روحشون شاد باشه، خداوند به خانواده‌های بزرگوارشون صبر بده. 1 دقیقه سکوت در ورزشگاه بزرگ آزادی حکم‌فرما خواهد بود که ما هم به احترام از دست رفته ها 1 دقیقه سکوت میکنیم تا همراه باشیم با قرائت فاتحه برای متاسفانه درگذشتگان آبادان عزیز. روحشون شاد، یادشون گرامی. آبادان تسلیت. داشتنی با اون مردم درجه 1 و خونگرمش رو از دست دادیم. خدا به خانواده‌های بزرگوارشون صبر بده، به کسانی که متاسفانه آسیب دیدن انشاءالله سلامتی بده و امیدواریم که شاهد تماشای همچین صحنه‌های دلخراش و ناراحت کننده دیگری در کشور عزیزمون نباشیم. مردم ایران شایسته بهترین ها هستند و انشاءالله که این مردم دوست داشتنی همیشه اتفاقات بسیار خوب در زندگیشون رقم بخوره. سید حسین حسینی، صالح هردانی، عارف غلامی، مهدی پور، کوین یامگا، زبیر نیکنفس، جعفر سلمانی، آرمان رمضانی، رافائل داسیلوا، سید ابوالفضل جلالی و امیر حسین حسین زاده 11 مرد تیم مجیدی، تیم قهرمان لیگ برتر دوره 21 هستن که بازی آخر خودشون رو تا ثانیه‌های دیگر با قضاوت امیر سامان سلطانی باید برگزار بکنن. علی محسن زاده، علیرضا دقاقله، امیر روستایی، امین اسدی، میثم نقی‌زاده، حسن مرادیفر، مجید عیدی، مجتبی مقتدایی، مسلم مجدمی، میلاد باقری و سید محمد خرم الحسینی هم 11 مرد زردپوش تیم نفت مسجد سلیمان هستن که آقای رضا مهاجری این تیم رو در مسابقات لیگ برتر حفظ کرده و حالا بازی آخرشون رو بدون استرس، بدون دغدغه برگزار خواهند کرد. شب گذشته توی همین ورزشگاه پرسپولیس 2-1 برد تیم شهر خودرو رو تا تیم مشهدی با داوود سید عباسی و ترکیبی از جوان‌ها و با تجربه‌ها سقوط بکنه به لیگ دسته اول، همراه با تیم فجر سپاسی شیراز تا شیرازی‌های خونگرم و دوست داشتنی هم دیگه نمایندگی در فوتبال ما در سطح اول در لیگ برتر نداشته باشن و تیم نفت مسجد سلیمان، تیم شهر اولین ها در رقابت لیگ برتر باقی مونده. فشار روی دروازه تیم نفت مسجد سلیمان، کوین یامگا که اونجا تا به خودش اومد بازیکن تیم نفت رو دور کردن. دوباره حمله روی دروازه تیم میهمان و مدافعان این تیم توپو دور میکنن و داور هم سود زد به نفع تیم نفت مسجد سلیمان. آقای امیر سامان سلطانی قضاوت این بازی رو بر عهده داره. پیکان با مثل رفسنجان بازی میکنه. استقلال با نفت مسجد سلیمان. سه‌شنبه 10 خرداد نساجی به مصاف تراکتور میره. الباقی بازی‌ها پنجشنبه 12 خرداد برگزار میشه و لیگ ما پروندهش بسته خواهد شد. دیگه باید بریم به روزهایی که درگیری بازی‌های ملی رو میتونیم شاهد باشیم. اردوی تیم ملی فوتبال کشورمون باید برگزار بشه و گفته میشه بازی دوستانه‌ای که برای تیم ملی فوتبال ایران هم تدارک دیده شده. محسن زاده که دور میکنه اونجا بازیکن استقلال و پرتاب به نفع نفت مسجد سلیمان هست. روز به چشمی، سعید مهری، وریا غفوری، آمانوف، جسد، مطهری، آذری و خاقانی و رضایی رو داره روی نیمکت. فرهاد مجیدی و ترجیح داد همراه رافائل داسیلوا در خط دفاعی خودش امروز جلالی رو داشته باشه، زمینی که عارف غلامی هم اونجا هست و در خط دفاعی کنار داسیلوا دیده میشه و دانشگر در خط دفاعی استقلال غایب هست. محمد حسین مرادمند و سیاوش یزدانی هم اومدن تو ورزشگاه تا همراه با سرمربیشون مجیدی عنوان قهرمانی لیگ رو بتونن امشب جشن بگیرن در ورزشگاه آزادی. زبیر نیکنفس بازی نگه داشته، داور
با دراپ بال میخواد اونجا، با جامپ بال میخواد دوباره کار دنبال بشه آقای امیرسامان سلطانی و توپ در اختیار میثم نقی‌زاده قرار گرفت. مرادیفر ارسال بلند پشت مدافعان استقلال و اونجا سید حسین حسینی در دو-سه مرحله توپو هر جوری بود گرفت. معتقدن بیرون محوطه جریمه هم بوده. سید حسین حسینی سریع توپو فرستاد در زمین نفت مچ سلیمان که اونجا مدافعان این تیم توپو گرفتن. دقاقله ثابت توپه، تکل بلند و بدون نقص بازیکن استقلال. پرتاب به نفع مچ سلیمانی هاست. صحنه آهسته رو دیدیم که بدین شکل رفته بود تا اونجا توپو بگیره هر جوری هست امین اسدی و معتقدن بود توپ از محوطه جریمه بیرون اومده بوده و حسینی توپو در اختیار گرفته. استقلال میتونه کلی رکورد رو به نام خودش ثبت بکنه در مسابقات لیگ برتر. اولین تیم بدون باخت در یک فصل از مسابقات لیگ برتر میتونه رکورد استقلال باشه. بیشترین امتیاز رو میتونه به عنوان قهرمان به نام خودش امسال ثبت کنه. بیشترین تعداد کلین شیت یا همون گل نخوردن رو سید حسین حسینی داشته باشه همراه با تیم استقلال و البته بهترین خط دفاعی لیگ رو هم به عنوان یک تیم رکورددار از آن خودش بکنه. اون طرف هم تیم نفت مچ سلیمان تا کنون در مسابقات لیگ برتر موفق به کسب پیروزی مقابل استقلال نشده. داسیلوا میاره به سمت چپ. جلالی یه برخورد اونجا صورت گرفته. تو به نفع نفت مچ سلیمان باید پرتاب بشه. مجیدی لب خط با بازیکناش صحبت میکنه. تیمش تونست 3 هفته زودتر از اتمام مسابقات لیگ عنوان قهرمانی فوتبال ایران رو از آن خودش بکنه و اون جمله معروفش که نمیخوام ببازم و من به اینا نمیبازم هفته ها همینطوری پشت سر هم تکرار شد تا فرهاد مجیدی در ایستگاه پایانی رقابت لیگ بدون شکست همچنان تیم خودش رو ببینه. چری آقای پین رو هم دیدیم کمک اهل ایتالیا آقای فرهاد مجیدی رو که شب گذشتم استفانو پیولی سرمربی تیم میلان که با میلان عنوان قهرمانی سری آ رو هم به دست آورد براشون ویدیو فرستاد و به طرفداری باشگاه استقلال مجیدی، پین و همه اعضای کادر فنی این تیم هم تبریک گفت. حسینی ضربه سر اول رو میزنه اونجا. میلاد باقری گوشه زمین سمت راست درگیری دو بازیکن با همدیگه. مقتدایی ترجیح میدن توپو به خط دفاعی خودشون بسپرن. نقی‌زاده میاره به سمت راست. مجید عیدی اونجاست تحت فشار گذاشته اون رو جعفر سلمانی. یه پاس رو بغل برای علی محسن زاده توپی که بلند فرستاد در زمین استقلال. سر اولو خیلی گلدور اونجا میزنه رافائل داسیلوا. نقی‌زاده امین اسدی توپی که اونجا بالاخره میسپرن به ابوالفضل جلالی. او هم پاس رو بغل برای سید حسین حسینی. بیش از 65,000 تماشاگر تو ورزشگاه آزادی هستن. یه حرکت، یه فرار داخل محوطه جریمه تیم نفت مچ سلیمان. واکنش خوب علی محسن زاده نداشت دروازه تیمشون به زودی باز بشه. چه استارت خوبی زد اونجا مدافع جلو کشیده تیم فوتبال استقلال. با هم دیگه میبینیم هردانی که اومد و بدین شکل ضربش رو زد و به خوبی هم واکنش نشون داد علی محسن زاده. صالح هردانی که سابقه عضویت در تیم ملی فوتبال کشورمون رو هم داره ضربش رو دیدیم چگونه زد و محسن زاده به خوبی واکنش نشون داد. تذکر سلطانی داور مسابقه به مدافعان و مهاجمین توی محوطه جریمه شلوغ. مهدی پوری ارسال بلند روی دروازه و توپی که اونجا فرستاد و ضربه سر بازیکن استقلال تو چارچوب نیست. عارف غلامی سریع برمیگرده. داسیلوا اونجا هست کنارش. بازیکنی که توسط دراگون اسکوچیچ از تیم استقلال تیم قهرمان به تیم ملی هم دعوت شدند. بلند شد عارف غلامی ضربه سرش رو اینگونه زد اما تو چارچوب نبود. تو این 7 دقیقه تیمی که 2-3 موقعیت داشته و بهتر کار کرده تیم استقلال بوده. علی محسن زاده توپی که بلند فرستاد تو زمین استقلال.
دخالت میکنه اونجا مجید عیدی. پرچم کمک داور به نفع استقلال زده شد. صدا میکنه زبیر نیکنفس. جلالی رو پرتاب جلالی، ضربه سر آرمان رمضانی. گل‌های تاثیرگذاری رو امسال برای تیم استقلال به ثمر رسون آرمان رمضانی و حالا توپی که به نفع میهمان باید به گردش در بیاد. چریه امیرسامان سلطانی رو هم دیدیم، دهمین قضاوت این داور در دومین فصل حضورش در مسابقات لیگ برتر رو شاهد هستیم و برای اولین بار هست که در ورزشگاه آزادی داره قضاوت میکنه. امیرسامان سلطانی، دورخیز، میلاد باقری، پرتاب بلند داخل محوطه جریمه استقلال، توپ روی هوا هست، ضربه سر مدافعان استقلال و توپی که به صالح هردانی رسید. دخالت میکنه اونجا امیر روستایی و نمیذاره راحت تو زمینشون بیاد. سابقه پوشیدن پیراهن پیکان و پرسپولیس رو هم در کارنامه داره امیر روستایی. عارف غلامی دنبال یار خالی میگرده. ضربه سر بازیکن نفت متر سلیمان زده شد. حسن مرادی فر دوباره خودش ضربه سرش رو میزنه و تو بازم نفت استقلال به بیرون رفت. جریه عارف غلامی رو با هم دیگه تو تصویر دیدیم. پرتاب رو خودش باید انجام بده. اسکوچیچ بهش بازی داده در بازی‌های گذشته ملی که شاید مهمترینش بازی با کره جنوبی در ایام نوروز بود که بهش بازی رسید در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی. یه حرکت، حسین زاده حرکت میکنه، پا به توپ و تکنیکی این بازیکن درگیر با بازیکن نفت متر سلیمان و خطای امیر حسین زاده گرفته شد. دو تا گل بسیار زیبا رو در بازی قبلی استقلال در مسابقات مثل رفسنجان به ثمر رسوند تا با دو گل او تیم استقلال برنده باشه و 3 امتیاز رو بگیره. سنیاسی خطا رو دیدیم، واسه هم درگیری در میانه میدان زیاد هست. یه ارسال برای کوین یامگا، دروازه‌بان بیرون میاد و توپو نقیزاده دور میکنه. مقتدایی دستشو خوب میخونه اونجا. جلالی توپو قاپید و حرکت میکنه. خود جلالی سربالا میبینه بازیکن خودی رو پشت پا میکنه واسه جعفر سلمانی و پرتاب به نفع نفت متر سلیمان هست. جریه جعفر سلمانی رو با هم دیگه دیدیم و این هم وریا غفوری است که امشب به عنوان کاپیتان اول استقلال میتونه جام قهرمانی رو بالای سر ببره. یه حرکت، درگیری 2 در مقابل 1، تکلیف بلند روی پای امیر روستایی توسط رافائل داسیلوا و توپی که به نفع نفت متر سلیمان باید پرتاب بشه. خرید بسیار خوبی بود برای تیم استقلال رافائل داسیلوا، برای که سرباز شدند سیاوش یزدانی و معارضین مرادمند. خیلی هوشمندانه او رو کادر فنی استقلال به خط دفاعی خودش اضافه کرد و اصلی دست فرهاد در خط دفاعی شد داسیلوا. 11 دقیقه از زمان بازی گذشت و توپ رو باقری میخواد بندازه. قشنگ بهش نزدیک شده دوربین ما. یه پرتاب بلند داخل محوطه جریمه استقلال، ضربه سر داسیلوا پشت محوطه، یک کنترل و یک شوت، اما ضربه که تو چارچوب نیست و با اختلاف بیرون میره. ضربه سید محمد خرم‌الحسینی. سید حسینی هم سریع راه میندازه بازیکنی خودی رو. انتقال بازی در زمین تیم فوتبال نفت متر سلیمان، همکاری 2 بازیکن استقلال که اونجا کامل نمیشه و توپ به هردانی نرسید و ضربه دروازه گرفته شد. مجیدی با استایل خاص خودش لب خط ایستاده مثل رضا مهاجری با بازیکناش صحبت میکنه. فقط یه بار تونسته استقلال رو شکست بده آقا رضا مهاجری به عنوان سرمربی. در تقابل با استقلال 4 بار باخته، 4 بار هم مساوی کرده، 1 بار استقلال رو برده. داسیلوا، جلالی، نیکنفس ناراحت روی زمین هست. امین اسدی و زبیر نیکنفس توپو بیرون فرستاد تا به وضعیت بازیکن مصدوم
نفت مت سلیمان رسیدگی بشه. با هم میبینیم صحنه یاستی برخورد دو بازیکن با هم دیگر رو. خیلی مدافع تنومندی است رافائل دا سیلوا و اومد و توپو خیلی محکم از مقابل اسدی دور کرد و در حالی که خطایی هم در کار نبود باعث ناراحتی بازیکن تیم نفت مت سلیمان شد. زبیر نیک نفتی که با فرهاد مجیدی میاد در به خط، صحبتی که انجام میشه و این هم نفرات ذخیره تیم فوتبال نفت مت سلیمان هستند. مصطفی نایچپور، مهران امیری، محمد مشایخ، دهقان نژاد، بختیاری نسب، سعید آهنی که در تیم ملی امید هم سابقه حضور داره با سینا خادمپور و پیمان میری و جبوری هستن روی نیمکت. میتونه رو بازی هم برگرده. امین اسدی و مشکل خاصی نداره. به رسم بازی جوانمردانه هم توپو در اختیار بازیکن استقلال قرار میدن بازیکن نفت مت سلیمان. نیک نفس، جلالی، سلمانی رو به عقب، جلالی با داسیلوا، مهدی پور، داسیلوا، یه پاس بلند برای بازیکن خط حمله که جالب نیست پاسش و در نهایت توپش آروم آروم به بیرون رفت و پرتاب به نفع نفت مت سلیمان هست. بازی پیکان با مثل رفسنجان 0-0 مساوی مثل همین مسابقه در جریان هست. تیم نفت مت سلیمان 21 امتیاز تو رقابت لیگ به دست آورده، بالاتر از فجر و شهر خودرو. تیمی است که موند در رقابت لیگ برتر فوتبال. یه بار دیگه امیر روستایی و خطایی که به روی او گرفته شد. استقلال 67 امتیاز تا قبل از این بازی رو کسب کرده، فقط 10 بار دروازه‌شون باز شده. بهترین خط دفاعی لیگ رو تیم استقلال داره و فاصلهش با بهترین خط حمله لیگ که در اختیار سپاهان 42 گله هست فقط 3 گله. مجدمی یه پاس رو به جلو، داسیلوا اونجا هست که ارسال داخل محوطه جریمه و سید حسین حسینی تو بود در اختیار گرفت. دستکش طلایی لیگ برتر به او رسید امسال سید حسین حسینی. بیشتر از هر دروازه‌بان دیگه موفق شد دروازه خودش رو بسته نگه داره در مسابقات لیگ برتر فوتبال. و عملکرد خوبش تو مسابقات این فصل کاملا به چشم اومد و مشهود بود. نیک نفس، حسین زاده حرکت میکنه، خود امیر حسین و حسین زاده داخل محوطه جریمه. یه ارسال روی دروازه دارن روی تیر دوم که مدافعان تیم نفت برگردوندن که بیانگاه میچرخه و میزنه و تو باز هم مدافعان نفت سراسیمه دور کردن تا پرتاب به نفع استقلال باشه. لوش مکزیکی هم دارن میزنن تو ورزشگاهی طرفدار تیم استقلال. هردانی گوشه زمین، خود هردانی ارسال بلند روی تیر یک فرستاد توپ رو و علی محسن زاده توپو جمع میکنه. خود علی محسن زاده توپو در اختیار داره و سری بازیکنه خط دفاعیشون رو صاحب توپ کرد. یک بار دیگه یه حرکت سمت راست، هردانی صاحب توپ، مهدی پور بهش نزدیک میشه، یه ارسال میخواد داشته باشه و کوتاه، دوباره خورده هردانی توپ در اختیار گرفت، میبینه بالاخره اونجا مهدی پور رو. عارف غلامی یه ارسال فرستاد توی محوطه جریمه، توپ مدافعان نفت دور میکنند. اسدی
امیر روسیه اضافه میشه، یه پاس بلند، توپی که خیلی بلنده و به سید حسین حسینی میرسه و چه کنترل خوبی هم کرد سید حسین حسینی و تشویقش هم میکنن طرفدار تیم استقلال. 17 بار دروازش در مسابقات این فصل بسته باقی موند و کلین شیت کرد. سلمانی، کوین یامگا، دو بازیکن رفتن سراغش، توپو گرفتن بازیکن نفت مچ سلیمان. امین اسدی خودش پاس میده و سریع اضافه میشه. داسیلوا پرچم بالاست و خطای صدر رو داور گرفت و کارت زرد هم خواهد داد به رافائل داسیلوا، در حالی که معتقد نباید داور کارت زرد بهش میداد. کارت زرد رو گرفت از امیر سامان سلطانی. مجید عیدی استارت خوبی زد، با هم دیگه میبینیم اگر رفته بود 2 در مقابل 1 میشدند با عارف غلامی و امیر روستایی، اما داسیلوا متوقفش کرد و کارت زرد رو گرفت. غلامی توپو برمیگردونه. نیک نفس، یک بار دیگه یه حرکت. اسدی با داسیلوا برخورد رو داشت، این بار مدافع استقلال ناراحت روی زمین. سید حسین حسینی توپو در اختیار داره و بالاخره فرستاد توپو بیرون تا به وضعیت مدافع برزیلیشون رسیدگی بشه. با هم دیدیم صحنه آهسته برخورد دو بازیکن با هم دیگر رو که منجر به ناراحتی مدافع استقلال شد. چری اسدی رو با هم دیگه داریم تو تصویر، مهاجم دونده و جنگنده تیم فوتبال نفت مچ سلیمان رو. آمار به ما نشون میده که تیم استقلال در نبردهای هوایی، در تکل موفق، در شوت به چارچوب جزو بهترین های لیگ برتر امسال بوده و نفت مچ سلیمان هم تو بحث مالکیت، نرخ تبدیل شوت به گل و حتی دریبل موفق در بین همون سه تیم پایین جدول آمارش دیده میشه. 20 دقیقه زمان بازی گذشته، 0-0 مساوی استقلال و نفت مچ سلیمان. مقتدایی توپ ازش گرفتن بازیکن استقلال، یه حرکت سمت چپ، جلالی نفوذ کرده، تکل بلند بازیکن نفت، خطا نیست و کار دنبال میشه. توپ بره بیرون، ضربه دروازه رو داور اعلام میکنه در حالی که میومد انگار کورنر باشه. این صحنه به نظر اینجوری بود که انگار کورنر هم میتونست باشه. با هم خواهیم دیدیم صحنه رو و درست هم باید کورنر میگرفت داور. توپ به عیدی خورد و به بیرون رفت، اما نظر داور ضربه دروازه بود. از تغییر مسیر توپ میشد فهمید که باید کورنر میگرفت آقای سلطانی تو این صحنه. محسن زاده، ضربه سر اول رو مجید عیدی زد. یک بازیکن استقلال ناراحت روی زمین هست، داره کار دنبال میشه و مهدی پور تو در اختیار داره. رافائل داسیلوا میبینه اونجا بازیکن تیمشون ناراحت افتاده و توپو فرستاد بیرون تا به وضعیت جلالی رسیدگی بشه. اعضای کادر فنی تیم نفت مچ سلیمان هم دارن با هم دیگه صحبت میکنند. از ناحیه کتف دچار آسیب شد ابوالفضل جلالی تو صحنه که اینجا عیدی اومد ضربه سر و زد، فرود بدی داشت بازیکن استقلال و ناراحت روی زمین قرار گرفت. یاد خاطری آقای پورحیدری هم گرامی می‌داریم. طرفدارای استقلال هم روی سکوها اسم ایشون رو به زبون میارن و یادی میکنن از آقای پورحیدری، روحشون شاد باشه. تیم استقلال در 6 هفته گذشته رقابت لیگ 3 برد و 3 مساوی به دست آورد و نفت مچ سلیمان در 6 هفته قبل 1 برد، 1 شکست و 4 تساوی رو کسب کرده.
جلالی هم برگشت به ترکیب تیمش. حسینی ثابت توپه. اسدی خطا به نفع نفت. باقری بیارم به سمت راست. مجید عیدی ضربه سر اول رو میزنه. جلالی تو به یانگا نرسید. مهدی پور یک کار تکنیکی خوب از مجدمی در میانه میدان. درگیری دو بازیکن با همدیگه. میثم نقی‌زاده اونجا توپو میرسونه هر جوری هست بازیکن خودی و باز هم مجید عیدی صاحب توپ شد. پرچم کمک داور رفته بالا. برخورد دو بازیکن با همدیگه. داور خودش توپو به نفع استقلال اعلام میکنه باید به گردش در بیاد و این در حالی است که این طرف هم پرچم زده بود کمک آقای سلطانی، آقای پوریا زحمتی. پرتاب سود استقلال. عارف غلامی. داسیلوا. پاس رو به عقب برای سید حسین حسینی. کاملا دیگه مثل یک سویپر داره کار میکنه و از محوطه جریمه‌شون فاصله گرفته سید حسین حسینی. جلالی یه پاس رو به جلو. امیر حسین حسین زاده توپ از او گرفتن بازیکن تیم نفت. مجدمی در میانه میدان میچرخه و میخواد پاس بده اونجا بازیکن نفت و خطا به نفع اونهاست. خطا بری خرم الحسینی گرفته شد از سوی زبیر نیک نفس. صحنه آهسته رو با هم دیگه میبینیم. صحنه برخورد دو بازیکن با هم دیگه. خطای نیک نفس گرفته شد. نقی‌زاده سریع را میندازه بازیکن یه خودی رو. پاس بلند به گوشه زمین سمت چپ. درگیری دو بازیکن با هم دیگه و توپ که رفت بیرون به نفع نفت مچ سلیمان. 25 دقیقه از زمان بازی گذشت. استقلال 0 نفت مچ سلیمان 0. یادگیری من تو محوطه جریمه تیم فوتبال استقلال صورت گرفته. امیر روستایی رو ول نمیکنه اونجا. عارف غلامی روی تیر یک. درگیری بازیکن‌ها با همدیگه. یرسال بلند روی تیر دورتر. ضربه سر بازیکن تیم نفت مچ سلیمان تو بیرون نرفت و کار دنبال میشه. داسیلوا توپو از محوطه‌شون دور کرد. باقری با پای راست ارسال بلند و کاتدار. واسه مدافعان استقلال توپو دور کردن. جعفر سلمانی حسین زاده میکاره واسه مهدی پور. یامگا استارت میزنه. پاس بلند به پشت مدافعان تیم فوتبال نفت مچ سلیمان که از دروازه بیرون میاد. علی محسن زاده و توپو بیرون فرستاد. ضد حمله تیم استقلال بیفایده بود. سریع پرتابی که اونجا انجام میشه. آرمان رمضانی توپو در اختیار داره. یه ارسال به بیرون. کسی اونجا نیست که بخواد شوت بزنه و زبیر نیک نفس بالاخره خودشون رسونده. بدون خطا توپو گرفتن بازیکن تیم نفت مچ سلیمان و کار دنبال شد. عیدی سر توپ میزنه و کارش خطرناک است. یه پاس پشت پا برای مقتدایی در میانه راه میبنده مسیر اونجا. زبیر نیک نفس. جلالی نیک نفس. مهدی پور بازم نیک نفس. عقب‌تر با داسیلوا کار میکنه. باز هم مهدی پور. عارف غلامی. جلالی. پرچم نفت تیم استقلال زده شد. خود بازیکن استقلال فرصت دارن. رمضانی داخل محوطه جریمه. کوین یامگا یک کنترل میکنه واسه شوت زنی مهدی پور. توپی که دوباره به خودش میرسه. مهدی پور ولکن نیست و جلو میاد. در نهایت مدافعان تیم نفت مچ سلیمان هم به کرنر دادند. ول نمیکرد مهدی پور. همین گونه داشت جلو میرفت و میخواست شوت آخرش رو هم بزنه و در نهایت توپو بیرون فرستادند. بهترین پاسور استقلال هست مهدی پور. همین بازیکن که 7 پاس گل به نامش امسال ثبت شده.
نقیزاده با یامگا حرکت میکنه. مهدی پور یه ارسال بلند روی دروازه، توپش که خیلی بلنده. آرمان رمضانی واسه داسیلوا کاش ضربه‌شو میزنه و توپ مدافعان پرتعداد متر سلیمان برخورد میکنه. پرتاب به نفع استقلال. هیوا بهمنی بود که اونجا پرچم میزنه. گوشه زمین دوباره یه فرصت داره تیم استقلال و باز هم کورنر به نفع استقلال هست. باز هم مهدی پور میخواد توپو بری دروازه بفرسته. داسیلوا اونجا هست. رمضانی همینطور. یامگا هم توپ میخواد. یه ارسال بلند روی دروازه فرستادن. ضربه سر مدافعان نفت زودتر زده میشه. جلالی با پای چپ یه ارسال بلند و کاتدار توی اون شلوغی چه کسی ضربه رو خواهد زد. توپی که میرسه به جعفر سلمانی. توپ تغییر مسیر میده. میبنده اونجا زاویه رو به موقع. علی محسن رو نذاشت دروازه تیمش باز بشه. سلمانی ضربه‌شو میزنه و تو تغییر مسیر داد و در آورد علی محسن زاده. ببینیم با هم صحنه ها هستن که برخورد کرد اونجا به بازیکن پیش رو. نزدیک بود دروازه‌شون بازش بود، در نهایت این گونه نشد. ناراحت روی زمین هست دروازه‌بان تیم نفت متر سلیمان. کادر پزشکی وارد زمین میشن تا مداوا روی او صورت بگیره و کار از سر گرفته بشه. تقریبا نیم ساعت از زمان بازی گذشته و صحبت‌های فرهاد مجیدی با بازیکنی خودش که این بار با حردانی داشت صحبت میکرد. بیشتر پاس بدیم به هم رو اشاره میکرد فرهاد مجیدی به مهدی پور. ببینم صحنه آهسته ضربه است که زده میشه و خوب به موقع رسوند خودش رو علی محسن زاده و دروازه تیمش رو نجات داد تو این صحنه. در همچنین رضا مهاجری است سرمربی تیم نفت متر سلیمان. دروازه‌بان بلند میشه، مشکل خاصی نداره و کار میتونه دنبال بشه. روستایی و اسدی دو مهاجم نفت رو با هم دیدیم داخل محوطه جریمه‌شون. یه ارسال کوتاه روی تیر یک باقری توپو برمیگردونه. نیک نفس میبره به سمت راست با پای چپ. یه ارسال بلند داخل محوطه جریمه، اما کسی نیست جز علی محسن زاده که توپو در اختیار گرفت. سری بالا میان بازیکن‌های تیم نفت تو زمین استقلال. روستایی و اسدی دو مهاجم این تیم. نقیزاده فشار میارن اونجا دو مهاجم استقلال. توپ خیلی راحت از زمین نفت بالا نیاد. توپو گرفتن، موفق در امر پرسینگ بودن شاگردان فرهاد مجیدی. یه حرکت پشت محوطه جریمه. امیرحسین حسین‌زاده کار قشنگ و دامی که اونجا انجام میده، اما در ادامه مدافعان نفت رو بازم دور کردن. فشار استقلال داره بیشتر و بیشتر میشه. نیک نفس، عارف غلامی، حردانی تو زد، آفساید بود، سریع برگشت دوباره. داسیلوا لبه خط سمت راست. حردانی توپ میخواد اما پاس داسیلوا خوب نیست و اینگونه نمیشه. او رو صاحب توپ کرد، برای همین حرکت نکرد صالح حردانی و در نهایت توپ داسیلوا به بیرون رفت. نوار مشکی روی دست بازیکنی هر دو تیم نشون دهنده ابراز همدردی اونهاست با مردم خونگرم و دوست داشتنی آبادان. با این هم چهره اعضای کادر فنی تیم استقلال آقایان مجیدی و پین و مداوایی که روی بازیکن تیم نفت باید صورت بگیره تا ببینیم شرایط به چه شکل برای او خواهد شد. مسابقات لیگ ما پنجشنبه 12 خرداد دوباره پیگیری میشه. شهر خودرو با تیم فولاد بازی میکنه. گلگهر به مسافه ذوباهن خواهد رفت. فجر سپاسی با پرسپولیس بازی خواهد داشت. سپاهان میزبان آلومینیوم و صنعت نفت آبادان با تیم هوادار بازی باید بکنه.
تأخیر بالاخره علی محسن زاده رو به گردش خواهد در آورد. پرتاب به سود نفت. عذرخواهی میکنه از امیر روستایی. عارف غلامی بلند میشه. روستایی مشکل هم نداره. به موقع برگشت از بند مصدومیت عارف غلامی، مدافع خوب تیم استقلال. یه حرکت امیر روستایی با پای راست محکم و خطرناکش نزدیک بود دروازه استقلال باز بشه با ضربه روستایی تو چارچوب نبود. دایو بلندی هم بسته بود اونجا. سید حسین حسینی با هم میبینیم صحنه آهسته رو روی پای راست آورد و ضربه‌شو بدین شکل زد و توپی که خطرناک به بیرون رفت. نظر کات تو بیشتر بود دروازه میتونست تو این صحنه باز بشه. طرف استقلال حمله میکنه. جلالی، سلمانی و پاس رو به جلویی که جالب نیست و در نهایت به حسین زاده نرسید. ضربه دروازه رو محسن زاده خواهد زد. علی محسن زاده. پرتاب بازم به نفع استقلال. داسیلوا در 9 مساف قبلی نفت متر سلیمان با تیم استقلال در لیگ برتر 7 شکست تو کارنامه تیم نفت دیده میشه و اونا هیچ وقت نتونستن در مسافت تیم استقلال هم برنده باشند. یه بار دیگه یک ضربه سر و شیرجی بلند علی محسن زاده که تو در اختیار گرفت. در حالی که 35 دقیقه از زمان بازی گذشته 0-0 مساوی. این بازی در جریان هست و دروازه‌بان نفت بود در اختیار داره. عارف غلامی، زبیر نیکنفس، سید حسین حسینی میاره به سمت چپ. جلالی اونجا ثابت توپه. پاس بلند جلالی برای امیر حسین حسین زاده که با دخالت میلاد باقری تو به نفع استقلال به بیرون رفته. یک بار دیگه سلمانی، کوین یامگا، درگیری بازیکن‌ها پشت محوطه جریمه. توپو میگیره اونجا آرمان رمضانی میاره به سمت چپ. حسین زاده، جلالی با پای چپ یه ارسال کاتدار روی دروازه که مدافعان نفت رو برگردوندند. عارف غلامی، موج دیگری از حمله استقلال در راه خواهد بود. مهدی پور، داسیلوا، نیکنفس، داسیلوا، جلالی با توپ حرکت میکنه. ایدی رو اپیش روی برداشته. خود جلالی توپ از پاش یه لحظه جدا شد. همین کافی است که بازیکن تیم نفت رو بگیره. دیبلی تو طرفه خوشگل مقتدایی رو هم دیدیم. پاساری اسدی برخورد با داسیلوا و حالا خطا به نفع نفت متر سلیمان. خطا به روی امین اسدی گرفته شد. عارف غلامی، کوین یامگا، پرتابو گرفت کوین یامگا از مدافع پیش روی خودش. یک بار دیگه بازیکن استقلال گوشه زمین سمت راست رو در اختیار دارند و توپی که اونجا میره بیرون تا باز هم کورنر برای تیم استقلال گرفته بشه. تیم پیکان موفق شد دروازه مثل رفسنجان رو باز بکنه. بازی پیکان و مس 1-0 نفع پیکان.
در جریانه. ضربه کورنر رو مهدی پور خواهد زد. داخل محوطه جریمه تعداد مدافعان تیم نفت بسیار زیاده. 10 بازیکن توی محوطه جریمه هستن تیم نفت. مچ سلیمان ضربه سر خطرناک و نزدیک بود آرمان رمضانی دروازه نفت رو باز بکنه. ضربه سرش خطرناک بود اما خیلی جوندار نبود که بخواد دروازه باز بشه. با هم میبینیم ثانیه آهسته رو بلند شد آرمان رمضانی و اونجا با دخالت امین اسدی ضرب توپ گرفته میشه و دروازه‌بان توپ در اختیار میگیره. عارف غلامی، هردانی، داسیلوا، وسط نیک نفس میاره به سمت چپ. جلالی حرکت میکنه. جعفر سلمانی تو میزنه. پاس برای جعفر سلمانی. ضربه سر رو به عقب آفسایدیست و کار دنبال میشه. زبیر نیک نفس در میانه میدان برای مهدی پور. عارف غلامی رو دستش میاد اونجا. کوین یامگا. مهدی پور توی عرض کار میکنه با زبیر نیک نفس. میارم به سمت چپ. جلالی اضافه شد. پاس برای سلمانی. توپی که میخواد بریزه روی دروازه. تکلیف به موقع از مدافع تیم نفت و پرتاب به نفع استقلال. توپ نگه میداره آرمان رمضانی و در نهایت پرتاب به سود استقلال هست. زبیر نیک نفس. ابوالفضل جلالی دوباره پرتاب به نفع استقلال. توی یک قدمی فرهاد مجیدی هم 2-3 بار پرتاب به نفع استقلال گرفته شد. یه پرتاب رو به عقب. داسیلوا ثابت توپه. توپی که نگه میداره اونجا زبیر نیک نفس. پای راست گرسول خیلی بلند پشت همه هردانی هست اما به توپ نمیرسه. صالح هردانی و ضربه دروازه باز هم گرفته میشه. طرفدارای تیم استقلال تو ورزشگاه حاضر هستند. میشه گفت با ظرفیت حد اکثری داره این مسابقه از زمان پاندمی کووید 19 به این طرف برگزار میشه و خدا را شکر که ما میتونیم بازم شاهد حضور طرفدارامون توی ورزشگاه ها باشیم که میان و بازی های تیم های مورد علاقه شون رو از نزدیک تماشا میکنن طرفدارای فوتبال. امروز هم گفته میشد بالای 65,000 تماشاگر اومدن تا این بازی رو از نزدیک ببینن که به نظر میاد این تعداد بیشتر هم هست. از اون 65,000 تا تقریبا ورزشگاه پره. نیک نفس. جلالی. حسین زاده ارتباطو قطع میکنه اونجا. مجید مقتدایی. ضربه سر بازیکن تیم استقلال زده میشه و خطا روی نیک نفس گرفته شد. عارف غلامی با پای راست ارسال بلند داخل محوطه جریمه. توپی که میخوره زمین و علی محسن زاده تو در اختیار گرفت و چند ثانیه هم با حرکتی که انجام میده زمان رو به نفع خودشون خرید. لنگان هم تو زمین دیده میشه. دروازه‌بان نفت مچ سلیمان. اسدی داسیلوا رها نمیکنه و نمیذاره به امیر روستایی برسه. پاس بلنده. ضربه سر آرمان رمضانی. توپ از یامگا رد شد. نقی‌زاده. خرم‌الحسینی میبره به سمت راست. یه برخورد و خطا به نفع نفت مچ سلیمان. خطا روی دقاقله گرفته شد تو این صحنه. جاری هردانی رو با هم دیدیم. بعد جوری رفت و خطا کرد روی علیرضا دقاقله. تکل بی‌نقص زبیر نیک نفس. باقری تو دور کرد. مجید عیدی پرتاب به نفع نفت.
مدافع سمت راست تیم نفت مهسا سلیمان کاملا بازیش به چشم اومده. مجید عیدی تو این دقایق مرتب با امیر حسین زاده، جلالی و سلمانی هم درگیر بوده. اعتماد نفس بالا بازیکن نفت یامگا رو دیریم زد اما پاسش خوب نبود. یه بار دیگه یه حرکت زبر نیک نفس در به سمت راست برای هردانی، یه ارسال خوشگل بود دروازه و ضربه سری که نتونست اونجا بزنه رمضانی. همه چیز مهیا بود تا آرمان رمضانی دروازه تیم نفت مهسا سلیمان رو باز کنه اما ضربه سرش رو نتونست به سمت چارچوب بزنه. می‌بینیم با هم دیگه ارسال قشنگ هردانی و نتونه ضربه سر آخر رو خوب بزنه آرمان رمضانی و بدین شکل توپش بیرون رفت. مهاجم استقلال همون صحنه لایق قشنگی است که انداخت حسن مرادی فر به کوین یامگا. دقاقله برخورد بازیکن استقلال با روستایی و توپی که به نفع نفت باید به گردش در بیاد. چهل و 4 دقیقه زمان بازی در نیمه اول گذشت. استقلال 0 نفت مهسا سلیمان 0. یه پاس بلند به سمت راست که ضربه سر اول رو میزنه اونجا سلمانی. یه حرکت حسین زاده خودش استارت میزنه. بازیکن پا به توپ تیم استقلال حسین زاده هست. بازم خوب کار میکنه مجید عیدی و توپو پس گرفتش. امین اسدی ضد حمله تیم نفت رو میتونیم شاهد باشیم و بیرون پای راستش پاسو داد، تو به امیر روستایی نرسید. مجتبی مقتدایی ضربه راه دورش دوباره هم سود زده و خطای هند بازیکن نفت رو گرفته. نیک نفس، جلالی، رمضانی، تو به سلمانی نرسید و در ادامه پرتاب به نفع نفت مهسا سلیمان هست. 2 دقیقه وقت اضافه باید محاسبه بشه. این صحنه که تو به دست مقتدایی خورد، دوباره خطای هند بازیکن نفت رو گرفت. سلمانی، نیک نفس میبرن به سمت راست. هردانی اونجاست. کوین یامگا، صالح هردانی، پاس برای داسیلوا عقب‌تر میاد، توپو میگیره اونجا جلالی، باز هم داسیلوا. عارف غلامی پاس بلند رو به جلو و در نهایت توپی که نتونست کنترل بکنه صالح هردانی و پرتاب به نفع نفت مهسا سلیمان خواهد بود. بازی پیکان و مستر رفسنجان 1-0 نیمه اولش تموم شد. جعفر سلمانی توپی که فرستاد ضربه سر بازیکن تیم نفت. یه بار دیگه هردانی، یه ارسال بلند دروازه و باز هم اونجا بازیکن تیم نفت هستند که توسط مدافعانشون توپ دور میشه. سید حسین حسینی از دروازه بیرون میاد و خیلی راحت توپو به نیک نفس میسپره. داسیلوا. ثانیه‌های پایانی نیمه اول رو شاهد هستیم. عارف غلامی میبره به سمت راست. سوت پایان مسابقه رو میزنه آقای امیرسامان سلطانی. نیمه اول تقابل دو تیم استقلال و نفت مهسا سلیمان 0-0 مساوی تموم شد. فاصله کوتاه خواهیم گرفت، پیام‌های بازرگانی رو خواهیم دید و بعد با مراسم میثاقی و میهمانان محترم برنامه همراه هستیم. وقت شما بخیر.
همراه شما هستیم. خسته نباشید میگم خدمتتون. به بچهای عزیز و همکارام تو استادیوم آزادی ممنون از معارضه احمدی. نیمه اول استقلال و نفت مسجد سلیمان، استقلال یه نیمه فاصله داره تا یک فصل کاملا بدون شکست و کسب عنوان قهرمانی. بعدش هم که مراسم جشن قهرمانی رو خدمتتون تقدیم می‌کنیم. یه نکته بگم سریع نظرات دوستان رو بپرسم راجع به نیمه اول که خیلی اتفاق خاصی نداشت. بگم فقط که کسایی که میخوان توی نظرسنجی مردمی 13مین جشنواره فیلم‌های ورزشی شرکت کنن میتونن به سایت و اپلیکیشن تلویزیون که دیگه کاملا میشناسنش مراجعه کنن و توی نظرسنجی شرکت کنن. دوستان آقا سیروس نیمه اول. خب به نظر من طبیعیه موقعی که تیم مسجد سلیمان دیگه نمیفته پایین، بعد استقلال هم قهرمان شده، طبیعیه که فوتبال همین شکلی باشه. به نظر من ما انتظار داشتیم که استقلال از دقیقه یک حمله کنه به گل برسه، به خاطر تماشاگرها که اومدن امروز گل ببینن دیگه. متاسفانه نتونست گل بزنه. سخته هم فشار چون مسجد سلیمان الان خیلی راحت داره فوتبال بازی میکنه، تحت فشار نیست، استرس ندارن، به خاطر این آرامش دارن. از اون ورم استقلال به نظر من یه سری هاشون زیاد تو فاز حمله اضافه نمیشن، بعد یه کورنر خطرناک بود، چیز خاصی نداشت. درسته. گفتم که بازی که تمام شد ان شاءالله مراسم قهرمانی استقلال هم خدمت شما تقدیم خواهیم کرد و مراسم اهدای جام رو، پس همراه ما باشید. بعد از خبر 22 هم که برنامه تحلیل فوتبال برتر داریم و کلی مهمون جذاب. آقای اکبرپور، بازی خب بازی بدی نبود، بازی خوبی بود. یه نکته‌ای که استقلال امسال رعایت کرده و به نظر من شاخصه تیمش هم هست اینه که بازیکن‌ها معمولا زمانی که مالک توپ هستن توپو میبرن تو جایی که شلوغیه. یعنی قدیم حالا من زمانی که خودمون بازی می‌کردیم ما میگفتن توپو جای شلوغ نبرین، الان میگن ببرین جای شلوغشون فضا برای بازیکنان کناریت بیشتر آزاد میشه. علی زمانم خیلی کمه. بازی بدی نبود. یه جمله بگم فقط من. جفت ما استرس نداشتم، به نظرم هر دو تیم خوب بازی کردن. آخر بازی مفصل صحبت کنید. خیلی ممنونم. آیگپ رو فراموش نکنید. یک بفرستید به 104427 از خدماتش استفاده بکنید، به خصوص اینکه نسل جدیدش نسل سومش رو رونمایی میکنه، تبدیل متن به صوت و بالعکس، و میتونید ستاره 1 ستاره 80 مربع رو هم بگیرید و اپلیکیشن خیلی راحت نصب بکنید، از خدماتش استفاده بکنید. تعویضم انجام میشه. صبحانه خاقانی داره بازی میاد برای استقلال. بریم نیمه دوم با معارضه احمدی همراه بشیم. همه به دنبال خریداران پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن. هر 2 هفته با 2 جایزه 50 میلیون تومانی، جایزه اول برای فرد برنده، جایزه دوم به فرد انتخاب شده توسط برنده. این قرعه کشی شامل انواع پنیرهای میهن خواهد بود. میهن شما را به دیدن ادامه این مسابقه دعوت می‌کنم. شبتون بخیر دوستان بیننده، همراهان شبکه 3، همراهان برنامه فوتبال برتر. بریم به سراغ نیمه دوم، تقابل دو تیم استقلال و نفت مسجد سلیمان. چند ثانیه‌ای هست که آغاز شده و ببینیم در نیمه دوم چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. حسینی هردانی، غلامی مهدیپور، یامگا، نیکنفس، سلمانی، رمضانی، داسیلوا، جلالی و حسین زاده 11 مرد استقلال هستند. محسن زاده، دقاقله، روستایی، اسدی، نقیزاده، مرادیفر، ایدی، مقتدایی، مجدمی، باقری و خرم الحسینی 11 مرد نفت رو تشکیل دادند. نیمه اول 0-0 مساوی به اتمام رسید و نیمه دوم رو تقدیم شما خواهیم کرد. آخرین بازی است که دو تیم در رقابت لیگ 21 دارن برگزار میکنن. مراسم اهدای جام لیگ 21 هم که تقدیم شما خواهد شد. یه حرکت داخل محوطه جریمه و ضربه‌ای که اونجا میزنه امیر حسین زاده و محسن زاده تو در اختیار گرفت. دروازه‌بان تیم فوتبال نفت توپو گرفت، بلافاصله هم توپو میاره در زمین تیم استقلال. امین اسدی پشت محوطه جریمه، توپی که برگردوندند مدافعان استقلال. امیر حسین زاده، توپی که اونجا به نوعی رد نشد. نقیزاده تو میره به سمت چپ.
یک بار دیگه میارم به سمت راست، جایی که عارف غلامی اونجا هست. مهدی پور، داسیلوا، انتقال بازی به سمت چپ، جایی که جلالی اونجا هست. نیک نفس تک سر پاس میده. جعفر سلمانی، زبیر نیک نفس، توپی که میاره به سمت راست، جایی که عارف غلامی اونجا هست. یه پاس رو به جلو و در نهایت توپی که میرسه به علی محسن زاده و حمله استقلال بیفایده است توی صحنه. شبکه 3 به درخواست وزارت ورزش و جوانان از طریق برنامه فوتبال برتر به طور زنده و مستقیم مراسم قهرمانی باشگاه استقلال رو امروز تقدیم شما خواهد کرد. پس حتما همراه باشید با فوتبال برتر که چند ساعتی رو همراه شما هستیم و تا انتها مراسم قهرمانی تیم استقلال رو هم تقدیم شما خواهیم کرد که قرار هست جام قهرمانی این باشگاه بهشون اهدا بشه. اسدی، توپ رو عارف غلامی میخواد بندازه، دنبال یار خودی میگرده که راحت این پرتاب رو انجام بده. بالاخره پیدا کرد بازیکن همدسته رو. استقلال تعویض هم انجام داد در آغاز نیمه دوم که صبحانه خاقانی که ضربش رو زد و تصویرش الان میبینیم تو ترکیب استقلال قرار گرفت در نیمه دوم. کوین یانگا رو بیرون آورد آقای فرهاد مجیدی و صبحانه خاقانی رو جایگزین او کرد تا استقلال در نیمه دوم و یه تغییر به مسافه نفت مسجد سلیمان بره. ضربه سر عارف غلامی، توپو برگردوند میثم نقی‌زاده و پرتاب به سود استقلال. ببینیم چهره فرهاد مجیدی رو که امیدوار هست تیمش این بازی رو با برد در خانه به اتمام برسونه تا با 70 امتیاز عنوان قهرمانی لیگ 21 رو به دست بیارن. مهدی پور، هردانی، یک و دو که کامل نمیشه و پرتاب به نفع نفته. پرتاب رو دقاقله انجام خواهد داد. اسدی الش نمیکنه، هردانی چرخید و پاسش رو به موقع هم داد. در میانه میدان مهران امیری است که برای تیم نفت شماره 8 تعویض شد و به زمین مسابقه رفت. خطای اول هم در نیمه دوم به روی او صورت گرفت به نفع تیم نفت. خطایی که زبیر نیک نفس اونجا مرتکب شد روی مهران امیری. دقاقله با پای چپ یرسال بلند و کاتا روی دروازه و مشت کرد سید حسین حسینی. خوبم این کار انجام داد. میبرم به سمت راست، مجید عیدی اونجا مشتبه مقتدایی رو داخل محوطه جریمه استقلال. پاس رو به بیرون که مدافعان استقلال توپو گرفتند. رمضانی عقب‌تر میاد، توپ میگیره، بازیکن پیش روی او تعادلش رو از دست داد. داسیلوا، حمله استقلال رو شاهد هستیم. هردانی با پای راست یرسال عالی بین مدافعان تیم فوتبال نفت، تک به تک اونجا آمده رمضانی و ضربش رو میزنه و علی محسن زاده مسیر توپو میبنده و نذاشت دروازه‌شون باز بشه. زاویه هم تنگ شده بود روی حرکتی که آرمان رمضانی انجام داد تو صحنه قبلی. حمله خوبی که از سوی استقلالی ها صورت گرفت و پرتاب به نفع اونهاست. عارف غلامی، هردانی، عارف غلامی حرکت میکنه، یک بازیکن مقابل داره، ترجیح داد رو به عقب با هردانی کار بکنه و دوباره توپی که به نفع استقلال به بیرون میره و رضا مهاجری هم از عملکرد بازیکناش راضی بود و براشون دست زد تو این صحنه. یه بازیکن نفتم ناراحت روی زمین هست که حسن مرادیفر هست. پاس عالی برای رمضانی توسط صالح هردانی و ضربه‌ای که میزنه و بدین شکل دروازه‌بان مسیر توپو میبنده.
عارف غلامی توپو دور میکنه، مسلم مجدمی در میانه میدان. ایدی نقیزاده میخواد را بندازه امین اسدی رو، یه پاس رو بقیه برای سید حسین حسینی که راحت داسیلوا رو دوباره ثابت توپ میکنه. بازیکن نفت جلو میان، داسیلوا تحت فشاره، دور میزنه با سریع توپو دور میکنه. مدافع استقلال، حمله تیم استقلال شاهد هستیم. یه پاس رو به جلو، حسین زاده یه ارسال هم میتونه اونجا داشته باشه و در نهایت باز تو به دروازه‌بان نفت علی محسن زاده میرسه. حسین زاده که پاسش با برخورد پای بازیکن تیم نفت به دروازه‌بان اونها رسید. جلالی، مهران امیری، تو به حسینی میرسه. داسیلوا، خود رافائل داسیلوا، پاس بلندی که اونجا نمیرسه به بازیکن تیم فوتبال استقلال. داره کار دنبال میشه و توپی که در نهایت به نفع تیم نفت مهدی سلیمان باید به گردش در بیاد. این تماشاگر استقلال پرید اومد تو زمین و خودش هم دستش گذاشت رو سینه‌اش، یه ادای احترام کرد به آقای مجیدی و از این برم رفت خودش بیرون. یعنی یه جیمی جامپ بی نهایت مؤدب و خیلی قشنگ با کلاس و قشنگ میدونست شرایط چجوریه. دوید اومد و یه ادای احترام کرد، از همین برم خودش رفت. اصلا نیازی نبود کسی دخالت بکنه، چون لباسش هم آبی بود خیلی هم به چشم نیامد وسط زمین و حال رفته از این سمت بیرون. اون برم کار داره دنبال میشه. بازیکن تیم نفت مهدی سلیمان تو در اختیار دارن که مجید ایدی تونسته یه پرتاب بگیره. باقری میخواد دوباره بندازه، معمولا پرتاباش بلنده. میلاد باقری شاید نتونه مثل نیمه اول راحت فاصله رو بگیره به خاطر تابلوهای تبلیغاتی، اما پرتابش بازم بلند بود. میلاد باقری نقیزاده میبره به سمت راست. یک بار دیگه یه ارسال بلند بود دروازه و رافائل داسیلوا ضربه سر اول رو زد. رمضانی به خط میانی کمک میکنه اما توپ هردانی رو میگیرن بازیکن تیم نفت. یه حرکت از زمین تیم استقلال و توپی که فرستاد دقایق رو برگردوند رافائل داسیلوا. مهران امیری میاره به سمت چپ، دقایق نفوذ کرده. بازیکن شوت زن ضربش رو میزنه که خیلی هم جالب نیست و توپش با اختلاف بیرون رفت. علیرضا دقایقه، یه بازیکن تیم نفت هم ناراحت روی زمین هست. با هم دیگه میبینیم این صحنه است که برخوردی صورت گرفت و ناراحت روی زمین قرار گرفت بازیکن نفت مهدی سلیمان. این هم همون صحنه است که از طرف طرفدار استقلال اومد داخل زمین. مجید ایدیز که مشکل خاصی نداره و تو تحت تیمش باقی میمونه. باقری، مهدی پور، مهران امیری، 80 رفته بیرون، 8 جایگزینش شد. یعنی خورم الحسینی که تعویض شد، مهران امیری 8 به زمین مسابقه رفته بود، جایگزین او شد در نیمه دوم. سید حسین حسینی، یه برخورد و خطا پشت محوطه جریمه به نفع استقلال گرفته شد. میثم نقیزاده بازیکن با تجربه کاپیتان تیم نفت معترض هست با آقای سلطانی داور مسابقه.
اما داور خطا رو گرفت نفع استقلال. میبینیم که بدین شکل خطا روی هردانی رو گرفت داور. بالاخره انقدر اعتراض کرد که کارت زردم بهش بده داور بازی. یک بار دیگه با هم دیگه میبینیم اینجا صحنه آسیب برخورد هست که داور خطا به روی ساله هردانی رو گرفت. با روشن کردن فلاش تلفن همراهشون هم نمای زیبا رو روی سکوها ایجاد کردن طرفدارای تیم استقلال تو ورزشگاه آزادی. متشکرم از رفقای خودم در شبکه 3 که پوشش لازم رو هم دادم برای تماشای این صحنه‌ای که من عرض کردم. و حالا ضربه ایستگاهی باید زده بشه. علی محسن زاده دیواره دفاعی خودش رو میبنده. 2 4 5 تا بازیکن تیم فوتبال نفت مشهد سلیمان تو دفاعی ایستادن. اولین نقی‌زاده است. نمایی از هر دو سرمربی رو هم دیدیم. با سوت باید ضربه زده بشه. مهدی پور ضربه را خواهد زد. فاصله هم زیاده. مهدی پور میزنه و خوبم میزنه ضربهش رو که روی تاق دروازه فرود میره. تبدیل به گل نشد. 58 دقیقه از زمان بازی گذشته با ضربه مهدی پور با اختلاف بسیار کم به بیرون رفت. میبینیم با هم صحنه آهسته با پای راست با کات لازم زد ضربهش رو اینطوری و توپ روی تاق دروازه فرود اومد. داسیلوا، هردانی، اکثر تقابل‌های استقلال با تیم نفت مشهد سلیمان در رقابت لیگ بازی‌های کم گلی بوده و در یکی 2 مورد فقط شاهد تماشای 2 یا 3 گل بودیم ما در تقابل این دو تیم. مهدی قائدی هم با 3 گل بهترین گلزن جدول استقلال با نفت مشهد سلیمان در تاریخ تقابل این دو باشگاه هست. امیر روستایی حرکت میکنه اونجا، زاویه بسته میشه. داسیلوا رو فریب داد اما دومین نفر جلالی هست که اون موقع پوشش میده و توپو به بیرون میفرسته. سریعا برمیگرده ابوالفضل جلالی و در خط دفاعی قرار میگیره. میره برای 18مین کلین شیت خودش امشب سید حسین حسینی. 4 تا مسابقه برای استقلال به میدون نرفت. برابر تیم‌های نساجی، گلگوه هست، صنعت نفت آبادان و شهر خودرو بازی نکرد سید حسین. در 25 مسابقه دیگه برای استقلال بازیکن فیکس بوده. 2 تعویضی که انجام خواهد شد. روی جستد و وریا قفوری 2 تغییر استقلال هستند. یه سلطان خانیان که در بین 2 نیمه عوض شد. 3مین تعویض آقای مجیدی جستد هست که الان رفت تو زمین. آرمان رمضانی بیرون میاد. بودی جستد زمین مسابقه رفتش. هردانی که به این سبک میاد بیرون تا وریا قفوری جایگزینش بشه. یه سال بلند ضربه سر مدافعان استقلال. توپ دور شد و این سمت مدافعان تیم نفت رو بیرون فرستادن. کارهای انگیزشی فرهاد مجیدی امسال بی‌نظیری بوده و جواب هم داده در رختکن آبی ها و اونها تونستن با همین روحیه بازی به بازی پیش برن. جلی صبحانه خاقانی رو با هم دیگه دیدیم که تغییر تیم استقلال در بین 2 نیمه بود. مجتبی مقتدی هم مشکل خاصی نداشت و بلند شد تا کار دنبال بشه. این صحنه برخورد 2 بازیکن با هم دیگه است. نیک نفس، عارف غلامی،
سر توپ میزنه و از مقابل مهران امیری توپو رد کرد. ضربه سر رو به عقب، اشتباه مدافعان تیم نفت داخل محوطه جریمه، میتونه دروازه باز بشه. در دو مرحله گرفت علی محسن زاده و حالا ناراحت روی زمین هست دروازه‌بان نفت مهدی سلیمان. با اشتباه مدافع تیم نفت نزدیک بود دروازه اونها باز بشه که اینگونه نشد. ببینیم ما هم صحنه سر و ضربه سر مجید عیدی رو به عقب. توپو گرفت جعفر سلمانی و نتونست دروازه رو باز کنه. در ادامه هم که توپ دوباره به دروازه‌بان رسید. تعدادی از پیشکسوت‌های استقلال هم اومدن داخل ورزشگاه. الان دارن میرن به سمت جایگاه ویژه که اونجا بنشینن، اما اینقدر شلوغ شده اون جایگاه VIP هم جایگاه ویژه که الان منتظرن که جا براشون به نوعی باز بشه و مشخص بشه و برن اونجا قرار بگیرن و بازی تیم استقلال رو از نزدیک تماشا کنن. آقای پرویز مظلومی اومدن، آقای بهتش فریبا رو هم میبینم تو ورزشگاه هستند. و حالا داسیلواس که اینگونه توپو از محوطه جریمه‌شون دور کرد. نیک نفس یه حرکت، تیم استقلال فرصت خواهد داشت و مدافعان تیم نفت رو دور کردند. پیمان میری هم میخواد برای تیم فوتبال نفت مهدی سلیمان به زمین مسابقه بره و جایگزین امین اسدی بشه. پیمان میری سابقه بازی در تیم آلومینیوم سایپا مثل کرمان، سیاه جامگان و حتی توی ملی امید و تو کارنامه‌اش داره و حالا به ترکیب تیم نفت اضافه شد. ارسالی که انجام میشه و این طرف توپ به بیرون رفت تا ضربه دروازه برای تیم نفت مهدی سلیمان زده بشه. « 65 دقیقه از زمان بازی گذشته. استقلال 0 نفت مهدی سلیمان 0. ضربه دروازه رو علی محسن زاده خواهد زد. نیک نفس مرادی فر به پاس رو به عقب و دور میکنه توپ. علی محسن زاده به موقع می کار انجام میده و توپش مستقیما به بیرون میره. جلالی نیک نفس وریا غفوری تحت فشار بود. وریا پاس رو به عقب رو هم داد. بازوبند کاپیتانی رو هم بر بازی خودش بست بر از تعویضی که انجام شد توسط فرهاد مجیدی. نیک نفس در میانه میدان ثابت توپه. استقلال آروم آروم تو جلو میاره و به زمین نفت همونها وارد میشن. عارف غلامی، مهدی پور، سبحان خاقانی پا میندازه اونجا. زبیر نیک نفس خطا نیست و کار دنبال خواهد شد. مهدی پور، امیر حسین زاده. پاسکاری تیم استقلال تو این لحظات میتونه خط دفاعی تیم فوتبال نفت رو هم به هم بریزه. گوشه زمین یه ارسال میخوان داشته باشه که در نهایت توپ بیرون میره. پرتاب به نفع استقلال هست.
یه بار دیگه باز هم مهدی پور گوشه زمین، یه بار دیگه یه ارسال بلند و برگردون توپ اونجا میلاد باقری. برخورد داسیلوا با پیمان میری که خطا نیست، کار دنبال خواهد شد. توپ به نفع استقلال باید پرتاب بشه. داسیلوا این کارو سریع انجام میده. نیک نفس در میانه میدان. حمله استقلال داره جدی‌تر میشه. یه حرکت داخل محوطه، یه ارسال بلند روی دروازه، میرفت تماس گل. ورزشگاه نیم خیز شده بود و ضربه سر تو چارچوب نیست که حسین زاده زد. ضربه سر امیر حسین زاده در چارچوب نبود. ببینیم با هم توپی که خوب فرستاده شد و همه چیز مهیا بود که دروازه نفت باز بشه، اما نشد. همون 0-0 68 دقیقه. طرفدارای استقلال ایستاده تیم خودشونو تو این دقایق تشویق میکنن. رافائل داسیلوا، پرچم‌های آبی در دستان طرفدارا اونجا به گردش در میاد و اونها میرن واسه مراسم قهرمانی لیگ 21. نیک نفس، نقی‌زاده، یه حرکت، پیمان میری، ضربه محکمه، راه دور خطرناک پیمان میری و ضربه‌ای که میزنه با توپش با اختلاف کم به بیرون رفت. اولین توپی که گرفت شوت خطرناکی رو به سمت دروازه استقلال زد پیمان میری. توپ روی هوا هست. درگیری بازیکن‌ها بر سر گرفتن توپ، یه حرکت، امیر روستایی داور بالاخره سود زد و خطا به نفع نفت متر سلیمان رو گرفت تو این صحنه. تعویض بعدی استقلال در راه هست و مطهری به زمین خواهد رفت. شوت پیمان میری رو با هم دیدیم که به چه شکل زده شد، واقعا خطرناک بود و با اختلاف کم به بیرون رفت ضربه این بازیکن. ارسلان مطهری جایگزین امیر حسین زاده شد. ببین ارسلان مطهری میتونه توی این مسابقه، توی این 20 دقیقه باقی مونده برای تیم فوتبال استقلال گل بزنه یا خیر. روستایی، نقی‌زاده، باقری میبرن به سمت راست. یه تعویضم رضا مهاجری میخواد انجام بده. نقی‌زاده، مرادی فر میاره به سمت چپ که ارتباطو قطع میکنه اونجا. وریا غفوری، پاس برای مهدی پور، برخورد بازیکن‌ها با هم دیگه صورتش گرفته و ناراحت روی زمین هست. مهدی پور تو به نفع استقلال باید به گردش در بیاد به خاطر برخوردش با مهران امیری. به علی محسن داده رسیده و در اختیار داره دروازه‌بان تیم فوتبال نفت. با کلی معطلی ضربه دروازه رو خواهد زد و حالا این کار انجام میده. احمد الجبوری هم برای تیم نفت میخواد به زمین بره. توپگیری حسن مرادی فر، یه پاس بلند پشت مدافعان استقلال. عارف غلامی اونجا هست و سید حسین حسینی تو در اختیار گرفت. به لحظه ملکوتی از آن مغرب به افق تهران هم رسیدیم. التماس دعا داریم از مقصد همه شما عزیزان بیننده و همراهان برنامه فوتبال برتر. یادی هم بکنیم از
اون دست از عزیزانی که متاسفانه در حادثه متروپول آبادان از بین ما رفتن، روحشون شاد باشه و تو این لحظات ملکوتی از خداوند بزرگ و مهربان میخوام که به خانواده های بزرگوارشون صبر بده. خوشحالیم که از طریق شبکه جهانی جام جم ایرانیان دوست داشتنی رو در نقاط مختلف دنیا داریم همراه خودمون که این مسابقه فوتبال رو دارن تماشا میکنن. رودی جستد مطهری ارسال بلند برای وریا غفوری، تو نگه داشت. وریا غفوری روی پای چپ ارسال بلند یه توپ دوم فرستاد خروج دروازه‌بان علی محسن زاده و توپی که رفته بیرون و ضربه دروازه گرفته شد. هر چیز زده به در بسته خورد تیم استقلال تو این 73 دقیقه. حمله بدین شکل صورت گرفت و بازم توپی که میره بیرون و ضربه دروازه گرفته شد. تعویض حالا انجام خواهد شد و امیر روستایی باید از زمین بیرون بیاد. امیر روستایی از زمین مسابقه باید بیاد بیرون تا احمد الجبوری جایگزین او بشه. دا سیلوا میبرن به سمت چپ. جلالی صاحب توپه، بهش نزدیک شد. نیک نفس ترجیح داد رو بقى با دا سیلوا کار بکنه. سید حسین حسینی از محوطه جریمه بیرون میاد. سنگربان استقلال توپی که بلند فرستاد تو زمین نفت. ضربه سر اول رو مدافعان این تیم میزنن. زبر نیک نفس، وریا غفوری دخالت میکنه. مهدی پور توپو ازش گرفتن بازیکن تیم نفت. مرادی فر پاس بلند برای پیمان میری به توپ هم رسیده، تعادلش رو از دست داد. اونجا یه لحظه عارف غلامی ضربه محکم پشت محوطه جریمه از احمد الجبوری و توپی که در چارچوب نیست و با اختلاف به بیرون رفت. سید حسین حسینی باید توپ با گردش در بیاره، سریع کار انجام میده و رافائل دا سیلوا رو ثابت توپ کرد. 75 دقیقه از زمان بازی گذشته. استقلال 0، نفت مهدی سلیمان 0. یه ارسال بلند، توپی که به جستد نرسید. مهدی پور تغییر میکنه مسیر توپ رو. موفق مهدی پور، دوزه بازیکنی برتر این فصل استقلال در بین همه هافک های لیگ بوده. مهدی پور بهترین پاسور آبی ها هم هست تو مسابقات امسال. عارف غلامی، رافائل دا سیلوا، جلالی از یه بازیکن رد شد. خود جلالی سر توپ میزنه و تغییر مسیر میده. کارش کمی اونجا سخت میشه. خودش پا به توپ حرکت میکنه. استقلال فرصت داره. یه ارسال و دروازه برای رودی جستد. ضربه سری که اونجا میزنه و داور به نظر میاد خطای جستد رو گرفته و توپم که رفت بیرون. تو این صحنه که با هم دیدیم خطی مهاجم استقلال رو گرفت امیر سامان سلطانی. باز هم علی محسن زاده است که باید با گردش در بیاره. خودش رکورددار بیشترین کلین شیت به عنوان دروازه‌بان باشگاه نفت مهدی سلیمان تونسته رکوردی رو به نام خودش در ادوار مختلف لیگ برتر ثبت بکنه. علی محسن زاده
اجرای بهترین بازیکن امسال نفت مشهد سلیمان خود دروازه‌بان علی محسن زاده بوده. نیک نفس، عارف غلامی، یه پاس بلند رو به جلو که به وریا غفوری نرسید و وریا برمیگرده. تقریبا 12 دقیقه تا پایان مسابقه، زمان بیشتر باقی نمونده. کم کم دارن میرن برای آماده کردن سکوی قهرمانی. مسئولان اجرایی مراسم قهرمانی تیم استقلال، علی محسن زاده تو به گردش در میاره. یه بار دیگه حمله استقلال، ضربه سر مدافعان تیم نفت. عارف غلامی جلو میاد. نیک نفس دنبال یار خودی میگرده. یه پاس برای وریا غفوری داخل محوطه جریمه و توپی که به وریا نمیرسه و بازم ضربه دروازه اعلام میشه. داور میخواد دروازه‌بان نفت که سریعتر توپ به گردش در بیاره و رضا مهاجریان که با بازیکناش صحبت میکنه. بازی پیکان و مصر رفسنجان هم 1-1 مساوی در جریانه. حسن جعفری موفق شد برای تیم مصر رفسنجان گل بزنه تا اون بازی 1-1 بشه. یه تقریبا 2-3 دقیقه از این بازی جلوتر بازی پیکان با مصر رفسنجان. خطا به سود استقلال. آمانوف تعویض بعدی مجیدی خواهد بود. پنجمین تعویض فرهاد مجیدی آمانوف هست که به جای نیک نفس به زمین خواهد رفت. از نزدیکترین نقطه ممکن زبیر نیک نفس میره بیرون تا سریعتر آمانوف به ترکیب استقلال وارد بشه. زمان باقی مونده 10 دقیقه است. با آقای هیوا بهمنی هم دست میده اونجا زبیر نیک نفس. یه تعویض هم برای تیم فوتبال مشهد سلیمان باید انجام بشه که شماره 4 مصطفی نایشپور به زمین مسابقه میخواد بره به جای مجتبی مقتدایی. اعتراض و این درگیری ها به خاطر اینه که معتقدن که از همون نقطه‌ای که نزدیک هست به خط طولی میتونست بره بیرون. مجتبی مقتدایی کارت زردم میگیره داور. یه کارت زردم بازیکن استقلال جلالی گرفت. حالا تعویض انجام میشه و مصطفی نایچپور هم به زمین مسابقه میره. اعتراض بازیکن استقلال برای زودتر انجام شدن تعویض بود. 82 دقیقه از زمان بازی گذشته. 0-0 مساوی. رافائل داسیلوا جلو میاد. داور خطای هندش رو گرفت تو این صحنه. سریع تو به گردش در میارن بازیکن تیم فوتبال نفت مشهد سلیمان. اونجا داور بازم بازی نگه داشت و میخواد از چند متر عقب‌تر دوباره درست جایی که خطای هند صورت گرفته تو به گردش در بیاد. بازیکن استقلال تو گرفتن، حرکتی اونجا انجام میشه توسط ارسلان مطهری و در ادامه
تو میره بیرون، پرتاب به سود استقلال، پرتابی که سریع انجام میشه. مطهری، آمانوف، یه کنترل جلالی، یه ارسال بلند روی دروازه، برخورد دو بازیکن با هم دیگه و توپی که باز هم دور شد. که باز هم دور میشه با پرتاب به نفع تیم نفت مهد سلیمان هست. چه روستایی و اسدی رو با هم دیگه می‌بینیم. دو بازیکن تعویضی تیم نفت رو که روی نیمکت نشستند. یه نفر بغلشون داشت با موبایل حرف می‌زد فکر کنم. اشتباه نکنم. یه بار دیگه یه حرکت بازیکن تیم استقلال آمانوف توپی که ارسال میکنه و برگردوند. نقی‌زاده. من احساس کنم یه نفر بغل امیر روستایی نشسته بود رو نیمکت و خیلی راحت و با آرامش کامل شاید داشت میگفت منظر که الان دوربین داریم به روما مثلا. من همچین احساس کردم یه نفر داشت با موبایل فکر کنم حرف میزد. وریا غفوری، آمانوف با پای چپ که فرستاد روی دروازه، ضربه سر بازیکن تیم نفت و در ادامه هم که توپ دور شد. باز هم توپ رو مسلم مجدمی دور کرد. جلالی یه بازیکن رد شد. خود جلالی ارسالی که اونجا میخواد انجام بشه و خوب نیست. سرعتش بالا بود بازیکن استقلال و نتونست با تعادل کامل توپ ارسال بکنه. نقی‌زاده وسط، مهران امیری میاره به سمت چپ. مرادی فر ضربه سر عارف غلامی که میره بیرون، پرتاب به نفع نفته. الان میشه گفت ورزشگاه پره. شاید یه چند تا دونه صندلی پشت دروازه استقلال باشه که الان خالی هست. با طرفداری استقلال دارن موج مکزیکی میزنن تو ورزشگاه بزرگ آزادی تهران. پارچه های سفید و آبی به اهتزاز در میاد و کم کم میرن برای یه مراسم قهرمانی لیگ 21. مهدی پور، زمان باقی مونده 5 دقیقه هست تا پایان. ژستد توپو نگه داشتند. مدافعان نفت توپو هر جوری بود دور میکنن. پرتاب به سود استقلاله. عارف غلامی، آمانوف، غلامی، یه ارسال داخل محیط جریمه. فرصت داره تیم استقلال و بازم علی محسن زاده توپو در اختیار میگیره. اونم براش مهمه که دروازه‌اش تو این بازی آخر بسته نگه داشته بشه و او هم بتونه به رکورد خوب خودش در ترکیب تیم نفت دقایق بیشتری رو اضافه بکنه. یک بار دیگه عرض کنم که حتما همراه شبکه 3 باشید. به درخواست وزارت ورزش و جوانان از سازمان صدا و سیما، مراسم قهرمانی باشگاه استقلال به طور زنده و مستقیم تقدیم شما خواهد شد و ما تا پایان مراسم رو تقدیم شما خواهیم کرد. پشت محوطه جریمه بازیکن تیم استقلال فرصت دارن. یه ارسال رو ژستد، پرچم میره بالا و آفسایدش گرفته میشه. مهاجم استقلال. سینا خادمپور هم که تنها بازیکن نفت مهد سلیمان بود که سابقه حضور در باشگاه استقلال داره و به طور قرضی به نفت رفته، بهش بازی نرسید.
مقابل تیم استقلال در بازی امشب. ضربه سر شیژه رافائل داسیلوا، پرتاب به سود نفت. باز هم داسیلوا تو بود دور میکنه. محسن زاده رفته روی پاش، مطهری بلافاصله تو بود دور کرد و فرستاد بلند تو زمین استقلال. ضربه سر عارف غلامی، دخالت میکنه اونجا مهران امیری، تو بود گرفتن بازیکن استقلال. وریا غفوری، آمانوف، وریا از راست نفوذ کرده، خود آمانوف پاسش خوب نیست برای مطهری نمیرسه. مهران امیری صاحب توپه با پای چپ و ارسال پشت مدافعان تیم استقلال. سید حسین حسینی دروازه به موقع رفت بیرون و تو بود دور کرد. عارف غلامی تو بیرون نرفته، کار دنبال میشه. رافائل داسیلوا تا پایان فقط 60 ثانیه زمان باقی مونده. مرادیفر توپو ازش گرفتن. عارف غلامی، وریا غفوری، عارف غلامی یه پاس عالی به سمت چپ فرستاد. عارف غلامی تو نگه داشتن بازیکن استقلال. سبحان خاقانی، آمانوف، وریا غفوری. دوباره خود وریا غفوری است که اونجا تو بود در اختیار گرفته، میچرخه و تغییر مسیر میده. سبحان خاقانی، رافائل داسیلوا، یه ارسال بلند روی دروازه که در ناحیه باز هم مدافعان پرتعداد نفت بود دور کردن. طراحی ضد حمله احمد الجبوری حرکت میکنه، یه برخورد داور به صحنه نزدیکه، میگه بلند شه بازیکن نفت و خبری از خطا نیست. مهاجری هم چی هرسی میخوره لبه خط و اعتراض میکنه اونجا. رضا مهاجری و کار دنبال میشه. همه اعضای کادر فنی تیم نفت هم معترض بودن توی این صحنه به نظر داور، اما امیرسامان سلطانی خواست کار دنبال بشه. سبحان خاقانی، استقلال حمله میکنه، یه ارسال و باز هم محسن زاده تو بود در اختیار گرفت. 4 دقیقه وقت اضافه باید محاسبه بشه. 90 دقیقه تمومه. این صحنه آهسته است که معتقد بود داره خطا میگرفت آقای رضا مهاجری، برخورد عارف غلامی با احمد الجبوری رو. مهدی پور، عارف غلامی، دنبال خالی میگرده. عارف غلامی پیدا میکنه سبحان خاقانی رو. ارسلان مطهری، سبحان خاقانی میبرن به سمت چپ. حمله تیم استقلال، یه ارسال داخل محوطه واسه رودی جستد. بازم نتونستن به گل برسن توی این صحنه و جستد به توپ نرسید. خودشو پرتابم کرد اما یکم کم آورد توی این صحنه رودی جستد. ببینیم صحنه آهسته رو، کار خوب و تیمی. ارسال جعفر سلمانی و بدین شکل بعد مقابل جستد رد شد. یک بازیکن نفتم ناراحت روی زمین بود، بلند میشه و مشکل خاصی نداره و کار دنبال خواهد شد. علی محسن زاده، عارف غلامی، رافائل داسیلوا. یه بار دیگه یه موقعیت استقلال داره داخل محوطه، یه جریمه تکلیف به موقع. بازیکن نفت توپ از مقابل پای مطهری دور کرد. آمانوف با پای چپ، یه ضربه خوشگل و فنی، چقدر خوب زد ضربش رو آمانوف. گل میشد از اون گلای خوشگل
تیتراژ پسند میشد برای فوتبال کشورمون. در این صحنه با هم میبینیم آورد روی پای چپ خوشگل و فنی و کاتدار زد و تو به تیر خورد. علی محسن زاده است که اونجا بازم ناراحت روی زمین قرار گرفته. دروازه‌بان تیم نفت چیزی هم نشد که بخواد رو زمین بیفته. با هم میبینیم ضربه قشنگ آمانوف رو با دست مخالف هم رفته بود اما به توپ نرسیده بود دروازه‌بان تیم نفت. داره کار مداوا برای دروازه‌بان تیم نفت هم انجام میشه. ثانیه‌های پایانی مسابقه طرفدارای تیم استقلال ایستاده کارو دنبال میکنند. و توپی که باید به گردش در بیاد و شریعه مهاجری رو با هم دیگه میبینیم. آخرین تلاش‌ها برای رسیدن به گل برتری از سوی بازیکن استقلال داره صورت میگیره. مهران امیری، مهدی پور، عارف غلامی، احمد الجبوری داره باهاش حرکت میکنه. خود عارف غلامی توپو دور کرد. بازم مهران امیری و توپی که به نفع استقلال باید به گردش در بیاد. 4 دقیقه وقت اضافه 30 ثانیه هم گذشته ازش. وریا غفوری داور به ساعت خودش نگاه میکنه. دوباره خود وریا غفوری یه پاس کوتاه. رودی جستد تموم کار. داور سود زد. تموم کار و تیم استقلال بدون شکست عنوان قهرمانی 21مین دوره رقابت لیگ برتر رو به خودش اختصاص میده. اونها موفق شدن عنوان قهرمانی لیگ رو به دست بیارن. تیم استقلال قهرمان شد. به باشگاه استقلال، اعضای کادر فنی تیم، بازیکناشون و همه هوادارا تبریک و شادباش عرض میکنیم. براشون آرزوی موفقیت داریم. و یه خسته نباشیدم میگم به همه همکاران در برنامه فوتبال برتر مستقر در ورزشگاه آزادی، بچه‌ها که در استودیو تلاش میکنن تا ما یک فصل رو پشت سر بگذاریم تا بتونیم همراه باشیم با شما بینندگان محترم شبکه 3 سیما. به همه خسته نباشید میگیم. منتظر هستیم تا سکوی قهرمانی نصب بشه، مراسم قهرمانی تیم استقلال برگزار بشه تا همه رو به طور زنده و مستقیم طریق شبکه 3 سیما تقدیم شما بکنیم. همکارانم هم هستن داخل مستطیل سبز مجموعه ورزشی آزادی. بهنام مهدی‌زاده عزیزم هست. فرصت بشه حتما با بهنام هم همراه خواهیم بود تا گفتگویی رو با برخی از بازیکن‌ها از کادر فنی تیم‌ها ترتیب بده و روی تصاویرم صحبت خواهیم کرد. 21مین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال و قهرمانی استقلال به اتمام میرسه. امشب مراسم اهدای جام رو شاهد خواهیم بود. اگرچه بازی‌ها پنجشنبه پروندهش بسته میشه و بازی‌های باقی مونده پنجشنبه باید برگزار بشه که بازم ما پنجشنبه همراه شما خواهیم بود از طریق فوتبال برتر. استقلال با 68 امتیاز عنوان قهرمانی 21مین دوره رقابت لیگ رو از آن خودش کرد. اونها بدون شکست موفق شدن عنوان قهرمانی بازی‌ها رو به دست بیارن، عنوان بهترین خط دفاعی لیگ رو از آن خودشون بکنن و قهرمان لیگ برتر فوتبال بشن. بازی پیکان و مثل رفسنجان هم که 1-1 مساوی به اتمام رسید. تصاویر رو با هم دیگه می‌بینیم. ضربه قشنگ آمانوف بود که توپ به تیر خورد و منجر به گل نشد. و این هم طرفدار تیم استقلال که تو ورزشگاه حاضر هستن و
بازی رو از نزدیک دیدند و حالا منتظرن تا مراسم قهرمانی تیمشون برگزار بشه. بازیکن استقلال رفتن به داخل رختکن تا طبیعتا شاید اون پیراهنی که برای مراسم قهرمانی تدارک دیده شده رو بتن بکنن و برگردن تا توزیع مدال و جام قهرمانی هم صورت بگیره.